گربه من تنها گربه است که میتواند روی دو پا راه برود و هر صدایی را تقلید کند. کافی است. برخیز. وردان، این مرد عرب مرد سرنوشت من است. با چنگ و دندان از او مراقبت کن، ورنه گوش را صد را میبرم و در کف دست چپت میگذارم. بانو، این مرد پدر شما را میتوانید به مسجد بروید. یک بار مردن برای تو کم کیفر است وردان. تو را روزی یک بار خواهم کشت. بلند شو مرادی، بلند شو. معطل چی هستی؟ بلند شو. آقا اینجا رو روشن نمی کنید؟ آها بله. یه دست بزنید خواهش میکنم. آقای وثوقی عزیز، به افتخار آقای وثوقی، چنگیز وثوقی عزیز، هنرمند با سابقه کشورمون، دست با انرژی خواهش میکنم همه. چنگیز وثوقی از هنرمندان پر سابقه و پرکار کشورمون خواهش میکنم. خیلی خوشمزه. آقای وثوقی خواهش میکنم شما بشینید به خاطر معذوریت که دارید. بزرگواران جسارت میکنم بنده به همراه همکارم میشینیم، چون آقای وثوقی تو همین کار امام علی که دیدید پاشون یه مشکلی پیدا کردش که تا سالهای سال این درد باهاشون بوده. اخیراً تونستن که این پا رو عمل کنن. انشالله سلامت باشن. برای سلامتیشون هم دست بزنید. خیلی خوش اومدید. خیلی خوش اومدید. به هر حال سریال امام علی علیه السلام هم از جمله سریال هایی بود که خیلی ما هم از جهت دینی و اعتقادی و هم از جهت شیوه کار قشنگی که اونجا انجام شد استاد میرباقری و هنرمندان عزیزی مثل آقای وثوقی ماندگار شد. در خدمتتون هست. این نظر لطف شماست. زنده باشید انشالله. خواهش میکنم. سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان عزیز و مهمانان و این ایامو تبریک میگم بهشون. امیدوارم که طاعت عبادتشون قبول باشه. از اینی که من اون لایق دونستین در کنارتون باشم سپاسگزارم. زنده باشید انشالله. این سکانس یکی از سکانس های ماندگار این سریال شد، به خصوص بازی که خود شما در نقش وردان فکر میکنم داشتیم. در مورد همین سکانس میخواین شروع کنیم صحبت کنیم تا بعد گفتگومون رو ادامه بدیم؟ بعد از اجرای این سکانس ما از کاشان حرکت کردیم به طرف تهران. در جاده جمکران از پشت تریلی ماشین ناقافل اومد بیرون که لانکروزم بود. من با رنو بودم و هیچ راه فراری هم نبود. شاخ به شاخ زد، موتور گیروباکس اومد تو اتاق و پای منو شکوند و قرار شد که ما رو بذارن کنار و
آقای جمشید آریا بقیه فیلمو بازی کنم و قسمت‌های منو درارن، چون امیدی نمیرفت به این که من بتونم بلند شم. آقای میر باقری خیلی اصرار داشتن که نخیر، این که در مقابل این تصادف این چنین مقاوم بوده نمرده، خواست مولاست که ما جنگ نهروان و نهرین رو عقب بندازیم تا ایشون 2 ماه 3 ماهی بستری بشن، که بعدم یه سکانس گذاشتن که برای اینکه منطقی باشه، چون پای من تو گچ بود، یه درگیری بین من و پدر قطام انجام میشد که تو شمشیر بازی یه شمشیر میزد به پای من، که از اونجا به بعد اگه یادتون باشه من خیلی حالت اینجوری میرفتم به دلیل اینکه گچ تو پام بود. استاد وثوق، شما الان تو دهه چندم فعالیت سینمایی و هنریتون هستید؟ من دهه اصلا نمیدونم چیه، فقط همینجوری دارم بازی میکنم برای اینکه قصدم همش خدمت به ماشاءالله، مردم. به افتخارشون که همیشه همینطور پر انرژی در عرصه هنر حاضر بودن. ماشاءالله. شما از اون دست هنرمندایید که دیگه تعداد فیلم ها هم نمیشمارید، یا ممکنه که بعضیش هم که ما یادمون میاد شما یادتون نیاد، یا همه رو به ذهنتون سپردید؟ خب معمولا چون کارهای من به خاطر اینکه از سواری و شمشیربازی و کارهای این چنین اکشن داشتم، همیشه برای کارهای سخت انتخاب میشدم. دقیقاً. معمولا هم کارهایی که تاریخی بود ارزش اینو داشت که آدم توش حضور داشته باشه، هرچند که از نظر زمانی خیلی طول میکشید، 1 سال 2 سال کار طول میکشید. خود سریال امامعلی 1 سال و نیم فقط فیلم برداریش طول کشید، که بعدش هم مثلا کارهایی مثل ابن سینا، سربداران، از این نظر از پاها خوب استفاده شد. ولی بعد از این تصادف و این اتفاقی که افتاد که دیگه پای من کج شده بود و این قسمت زانو اونجور که باید عمل بکنه انجام نمیشد، من دیگه ناامید شده بودم و گفتم که دیگه باید یواش یواش این کارو بذارم کنار. ولی از اونجایی که خداوند لطف داشت به ما از طریق آقای دکتر سازگاری که معاونت بیمارستان میلاد دارن و دوست عزیزشون آقای ساعتچی و آقای تهرانی لطف کردن که هزینه بیمارستان رو اما نگرفتن و تخفیفی دادن توی پروتزی که توی پای من قرار داد و گفتن که پای شما دیگه اگر 1 ماه فیزیوتراپی و استراحت کنین در حدی میشه که سن مثلا 35 سالگیتون بودین، ولی خب باید وزنتون رو بیارین پایین که بشه همون زمان. از این نظر عمل خیلی سختی بود. ما ساعت 6 تا 7 و نیم قرار بود تو اتاق عمل باشیم، ولی تا 11 شب طول کشید و واقعا لطف کردن با عشق و خلاقیت و نیروی خاصی که داشتن که من بعدها از همه تعریف ایشون رو شنیدم. عمل خیلی خوبی رو انجام دادن که احتمالاً از 1 ماه یا 2 ماه دیگه میتونم باز در خدمت مردم باشم و به این مردم و این مملکت در سینماش خدمت کنم. انشالله. خواهش میکنم به افتخار آقای وثوقی که همچنان انگیزه خدمت کردن به مردم رو دارن دست بزنید. همه بزرگواران. من ایمان دارم همه سختی هایی هم که الان آقای وثوقی برای خودشون خریدن و این عمل رو انجام دادن باز هم به عشق مردم بوده که در این سریال ها و فیلم های ارزنده حضور داشته باشن و یه حضور خیلی خیلی ماندگاری رو انشالله از ایشون بیش از گذشته ببینیم. برای آقای وثوقی با مردم بودن چقدر اهمیت داره و برای این با مردم بودن چیکار تا الان غیر از بحثایی که حالا در سریال ها بودین در فیلم ها بودین انجام دادید؟ من میتونم اینجوری شروع کنم که هنر نگین تاج سر آفرینشه و هنرمند مسئول پاک نگاه داشتن و صیقل دادن و تحویل نسل آینده رو داره. در نتیجه کسایی که قصد خدمت داشته باشن به مردم، خداوند اون خلاقیت رو بهشون میده، چون از طریق ما خداوند محبتش رو به دیگران نشون میده. از این نظر تمام کارهای من اگه نگاه کنین، من حتی رقمهای خیلی پایینم گرفتم. من هنوز یه دونه آپارتمان کوچیک هست و 2 تا اتاقی دارم زندگی میکنم و دنبال تجملات و مسائل این ماشین رو داشته باشم یا اون کارا رو هیچ وقت به فکر نکردم، چون اگر دل به این دنیا ببندی و بخوای مسائل مادی این دنیا رو جذب خودت کنی، اون خلاقیت از بین میره. چون هنرمند نماینده شخصیت‌های مختلف جامعه است، از مردشور گرفته مهندس، دکتر، نمیدونم رئیس جمهور، شاه،
اینا رو باید بازی کنه. در نتیجه اگر نتونه با اون خلاقیتش اون شخصیت‌ها رو که اونجور که در تاریخ حضور داشتن بازی کنه، ادا میشه. و وقتی هم که ادا در این مردم متوجه میشن که این اصلا قیافش که هیچی، بازیش هم اصلا نمیخوره مثلا به ناصرالدین شاه یا به مثلا وردان. اگه همین وردان شما دقت بکنین، من حدودا 1 سال فقط کاتای شمشیر سامورایی کار میکردم و مرتب دنبل میزدم و حتی قرار بودش که پروک بکشن رو سر من، ولی چون هزینهش بالا میشد برای 1 سال و نیم، من گفتم به عشق مولا این مدت سرمو تیر میدم. ماشاءالله. و اون عشق بود که الان خدا مولا کمک اون کرد که بعد از 10-15 سال من اصلا دیگه دلسرد شده بودم، اینکه پامون دیگه راهی نیست، که خوشبختانه از طریق علمی که پیشرفت کرده آقای سانوهاتون رو به دست آوردید دوباره، مثل سن 30 سالگی که آقای دکتر گفتن. بله دقیقاً. یه اشاره الان داشتن آقای روابه سریال های ماندگار سربه‌داران و ابن سینا. برای ما شاید یا حضار محترم و بیننده‌های عزیز جالب باشه که از زبان خودتون بشنویم که خب چه نقشی در این سریال ها داشتین، چه خاطری از این مجموعه های ماندگار داشتین، چون اون موقع هم خیلی واقعا این سریال ها با یه سختی های خاصی کار شد. بله، در سریال سربه‌داران که کارگردانیش به عهده آقای نجفی بود و نویسندگیش آقای کیان رهگذار خدا بیامرز، ایشون از من دعوت کردن که این شخصیت مهمیه، پسر ارغونشاست و قدرتمند سیاستمداره و در یه جاهایی اصلا ما میبینیم که این آدم از نظر ولیعهد مغول بودن، از سواری، شمشیر بازیش باید نامبر 1 باشه و شما انتخاب شدیم برای این شخصیت. ما قرارداد بستیم، من از همون روز شروع کردم روی اون شخصیت کار کردن، طوری که اگر ببینین در واقع به خودم گفتم که برای من این موقعیت پیش اومده که 1.5 سال متمرکز باشم روی شخصیت. حالا برای اینکه براتون روشن بشه که نوع سبک کار من به چه صورته، مثلا بهروز برادر من 80% حس میذاشت، 10% تکنیک میذاشت و 10%ش متمرکز میشد روی اینکه چجوری این شخص رو بیاره جلوی دوربین. خب من میخواستم یه مقدار با درسایی که اون داده بود پا فراتر بذارم، گفتم میخوام 99% روی این شخصیت متمرکز بشم. حتی تو خونم همون حالت رو داشتم، لباسام هم تحویل گرفتم، پوشیدم، بیرون نمیرفتم، با تلفن زیاد صحبت نمیکردم، خودم توی یه قرنطینه نگه داشتم و رو دیالوگا کار میکردم، طوری که مادرم مثلا میگفت برو بیرون تو پسر من نیستی، چون اگه دقت کنی یه تیپ خاصی بود. بله. و نتیجهش این شد که عملاً همه تایید کردن که بازی خاصی بود و منم سعیم برای این بودش که این تز بازی من باشه و نتیجه داد. از این نظر خوشحالم که مورد تایید مردم واقع شد. خیلی ممنونم. عالی بود انصافا. و انصافا هم ماندگار شده، یعنی همه نقش هایی که در کنار یکدیگر شما و دیگر هنرمندان در سربه‌داران داشتین. وقت در ابن سینا چی؟ بعد از سربه‌داران آقای رهگذار به من زنگ زدن، گفتن یه شخصیت یه شاهزاده از، حالا عکسشه، تو که حسی بازی میکنی میخوام ببینم یه شاهزاده ابله و چجوری میتونی ارائه بدی. گفتم خب آقای رهگذار دیوونه رو آدم میدونه چجوریه، یا مثلا یه آدم مشنگ و یا یه چیزای اینجوری هست، ولی ابله چه جور آدمیه، بیوگرافی به من بدیم برای اینکه من روی این شخصیت کار بکنم. گفت بالا تا ابله نباشه نمیتونه بنویسه راجب خود، ابله باید خودش بنویسه راجبش، چون کسی نمیدونه ابله، ولی من میتونم کمکت کنم بگم یه جایی، چون تو سناریو هست حرفای گنده میزنه، یه جا یه دفعه اصلا یه چیز مزخرف میگه، تمرکز نداره، یه جا اصلا حرفای خیلی خاصی میزنه. گفتم باش مرسی. ما از همونجا که رفتیم قرارداد بستیم اومدیم تو خونه، گفتم من چجوری میتونم خودم رو یه ابله بکنم از نظر حسی. در پنجره رو وا کردم، گفتم آقا اونجا پارک نکن، ماشین اونجا بذاری بذار دره. پنجره رو بستم. بعد اومدم رفتم در یخچال برشتم، گفتم ببین شما بطری‌ها رو یکی یکیتون رو من میخورم مثلا نمیذارم. نه نمیشه. یعنی از خونه شروع کرد. بعد یه دفعه میگفتم آنچه که اساسی است نادیدنی است، باید با چشم دل آن را دید. میدونین اینجوری من 1 ماه کار کردم، طوری که صدای قشنگی هم عالی. من خواهش میکنم به پاس هنرمندیشون که اصلا نادیدنی نیست دست بزنید، خواهش میکنم. به به.
شما خیلی به گردن ما حق دارید. ماشاءالله. واقعا عالی بود. ماشاءالله. ماشاءالله. انشالله که همیشه سر پا و استوار باشید. خدا حفظتون کنه. خیلی از شما ممنونم. من فقط یه سوال برای خودم مونده، اگه اجازه بدید بپرسم. این سوال از طرف جوونا. راجع فوتبال نباشه. نه فوتبال نیست، واسه درباره بازی‌های خودتونه. این نقش اینقدر فوتبالی سوال کردی که آقای وثوقی هم مجبور شد شما تذکر نه من بده. میدونستم. نه نمیپرسم. ولی خب فوتبال هم چیز بدی نیست حقیقت. چیز خوبیه، ولی خب بعضی وقتا که 7 تا گل می‌خوریم اون وقت دردناکه. شما آلمانی هست، طرفدار آلمان هستی؟ نه دیگه من تیم برزیل برزیل و هلند رو همیشه از بچگی دوست داشتم. آخه 7 تا گل خورد برزیل. پس یه صحبتشو نمی‌کنیم آقا. خواهش می‌کنم یه دست بزنید بحث فوتبال خارج شیم. بله. یا استاد وثوق طرفدار برزیل بودن، چه صحبتی داریم بکنیم؟ استاد نقش وردانو بازی می‌کردید. باور به من، خب چون سن و سال کمی داشتم اون موقع و شاید قصد شما به عنوان هنرمند و کارگردان هم همین بود. ما واقعا میترسیدیم از وردان. یعنی یک موجودی بود که یک خورده اصلا التهاب آور بود برای بیننده. یعنی انگار یه شخصیت خطرناکی به نظر می اومد. یه رگ روی بله اون آرگی گیریم خاصی اونجا داشت، اثری حالا داشت. اتفاق جالبی که افتاد این بودش که اینو آقای اسکندری گیریم کرده بودن که این زخم شمشیره، که خیلی جالبه. وقتی تصادف کردم شیشه ماشین خورد شده بود اومده بود تو صورتم و اینا، درست همون قسمت بریده بود که حتی اگر بخوایم منطبق بکنیم بعد از اینکه من پام تو گچ بوده راه رفتم میبینین که درست سینک بوده رو همون قسمت و انشالله که هیچ وقت چیز خاصی بود. بله خدا حفظتون کنه. ممنونم. ما بیشتر از این توی این وضعیت که دارن دوران نقاهت هم طی می‌کنید مزاحمتون نمیشیم. خواهش میکنم مردم هر چقدر که خاطره دارن و لذت بردن از هنر آقای چنگیز وثوقی به احترام ایشون دست بزنید. دستا تشویقا آفرین. انشالله که مولا علی همیشه یار شما باشه. ممنونم از همتون. فقط به عنوان اینکه این ایام مبارک و از برکات خداوند نه فقط منظور غذا و اینا باشه، بتونه آدم از برکات صیقل و پاکی و این چیزا بهره مند بشه و شکرگزار باشه از این نعمتایی که خداوند در اختیار ما میذاره. من میتونم با این بیت برنامه رو به پایان ببرم، چون گفتین صداتون خوبه یه ذره با چیز بخونم. میخواستم خواهش کنم روم نشد. بسیار. من بی تو دمی قرار نتوانم کرد، احسان تو را شمار نتوانم کرد. گر بر تن من زبان شود هر سر موی، یک شکر تو از 1000 نتوانم. به افتخارشون. چه انتخاب درست. بسیار عالی. بسیار عالی. خواهش میکنم تشویقاتون رو قطع نفرمایید به پاس قدم‌های حالا آرام مردی که خیلی به ما خدمت کردن توی هنر. با این که کسالت داشتن ولی به عشق شما مردم آقای وثوقی تشریف آوردن. خواهش میکنم تشویقاتون قطع نشه.